دوستان، ما و شما بعضی عادتهایی داریم که خود ما اصلا متوجه نیستیم، که بسیار عادتهای خرد و ریز تا است که ما و شما متوجه نیستیم که ما و شما را او عادتها میتونه ما و شما را به سوی موفقیت و به سوی شکست سوق بده، به دراز مدت. البته به خاطری که متوجه شویم که عادتها را ما در خود داریم و یا چی عادتهایی هست که ما جلوگیری از او کنیم، یک تکنیک بسیار ساده امروز براتان یاد میتونم و او است که سر از صبح که از خواب بلند میشیم ما و شما یک قلم و یک کتابچه خورد در جیب خود داشته باشیم و هر عمل، هر اتفاق، هر جا که وقت خود ضایع میکنیم، هر چی رو میخوریم، دانه دانه رو باید بنویسیم. چی میخریم و چی میکنیم باید بنویسیم و آخر هفته ارزیابی کنیم و ببینیم که ما و شما چه عادتهای خوبی داریم و چه عادتهای بدی داریم. بسیار به سادگی مشخص میشه که ما در طول یک هفته چی کار کردیم.